اگه ازم بپرسن از این مطلب هایی که خوندی چی یاد گرفتی، قطعا بهشون میگم لیاقت رو نمیشه تزریق کرد، ذات رو نمیشه تغییر داد، وجدان رو نمیشه بیدار کرد، چشم ناپاک مطیع نمیشه، آدم نمک نشناس رو نمیشه قدردان کرد، آدم بی اصل و نسب رو نمیشه اصیل کرد، دوست داشتن یک طرفه بی نتیجه است. سن و سال ملاک سنی عقلی و رفتاری هر انسانی نیست و در نهایت میگم اون آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی اونی که خودشو به خواب زده رو نمیتونی بیدار کنی.